در این ویدیو میخوام تمرینایی برای ریز بگم خدمتتون، برای اینکه ریزتون رو بتونین کمی سرعتش رو ببرین بالاتر و قوی تر بشه. راحت ترین و ساده ترین تمرینی که میتونین برای ریز داشته باشین اینه که ریز بزنین. اولش برای شروع فکر کنین نوتای سلا چنگ هست. همین سرعت بتونین نگهش دارین. بعد تندتر، بعد دیگه بشه. بعد تا جایی که میتونین سعی کنین که ممتد باشه و به صورت تایمی تمرین کنین. یعنی اول ممکنه دستتون توی 20 ثانیه خسته شه، برای فردا همون 20 ثانیه، چند روز همین 20 ثانیه نگهش دارین، بعد چند ثانیه اضافه کنین بهش، 25 ثانیه، دوباره تو چند روز 25 ثانیه تمرین کنین، بعد ذره ذره تایم ببرین بالاتر که بتونین 3-4 دقیقه ریز بزنین. تمرین دیگه که انجام میدیم، میزنیم توم ریز بک ریز، توم بک یک، سه، یک، سه، یک، تمرین بعدی میزنیم توم چپ ریز بک چپ ریز، یک، سه، یک، میزنیم بک چپ ریز بک چپ، بک چپ بک چپ ریز بک چپ، بک چپ بک چپ ریز بک چپ، یک، دو، سه، چاپ، یک، دو، سه، چاپ، یک، دو، سه، چاپ، یک، دو، سه، چاپ. بعدی توم چپ ریز بک چپ ریز، توم چپ ریز بک چپ ریز. تو شماره 1 توم چپ، شماره 2 ریز، شماره 3 بک چپ، شماره 4 هم ریز. 1، 2، 3، چاپ. عرض میکنم همیشه اول به چشم نوتای سلا چنگ بهش نگاه کنیم. یه نوتیه به صورت سلا چنگ، بعد که تو دستتون جا افتاد سرعتش رو بریم بالاتر و به صورت ریز بشه. امیدوارم که این ویدیوها به دردتون بخوره، نگاه کنین ازش، نکته‌های خوب بردارین و ما خوشحال باشیم از اینکه تونستیم کمک کوچیکی خدمتتون کرده باشیم.